یعنی خوشبختی واقعی آنگاه آغاز می شود که درونت را خانه تکانی کنی از حسادت، از خشم، از ترس، از قضاوت. وقتی دلت آرام شود، جهان هم آرام می شود. پس شاید لازم نباشد برای خوشبختی به جایی برویم، بلکه باید درون خود بازگردیم. هر کسی می تواند خوشبخت باشد اگر یاد بگیرد شکر کند، اگر بفهمد که زندگی با همه سختی‌هایش هنوز زیباست. خوشبختی در سادگی است، در بخشش، در عشق، در مهربانی. نه در زیاد داشتن، بلکه در دانستن ارزش چیزهایی که داریم. اگر روزی از خود پرسیدی خوشبختی چیست، جواب را در شعر فارسی پیدا خواهی کرد، در نگاه حافظ، لبخند سعدی، خاموشی مولانا و فلسفه خیام. آنها به ما گفتند زندگی همین لحظه است و خوشبختی همین حس آرامی است که اکنون در دلت می‌گذرد. تشکر از شما که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این سفر آرامش بخش لذت بردید، لطفاً کانال ما را دنبال